دمت چیه؟ واسه خاطر دلت رفتی دنبال یه نفر، اونم بهت کلک زده. تازه اونقدر عزیز هستی که بابا نرد واسه پیدا کردن 70,000 تومن دست خوش میدم. اون وقت باره بابا همتون برین. چیه قول برداشتی؟ فکر کردم فرار کردی. کارا برعکسه. ای داداش بابا این ماشین باش یکی رو میفرستم بده بیاد بشته. تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت نبودنت فاجعه بودنت امنیت تو از کدوم سرزمین تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی منو با خودت ببر ای تو تکیه گاه من خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن منو با خودت ببر من به رفتن قانعم خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانع که از همبازی شدن ما و رابطه عاشقانه ما گذشت هنوز که هنوزه مردم به این زوج علاقه دارن به خصوص فیلمایی رو که میبینن. بزرگترین چیزی که هست من همیشه گوگوش رو دوست داشتم، گوگوش هم همیشه منو دوست داشته. مهم اینه اون نوستالژی که امشب وجود داره تو این سالن با ارزشترین احساسیه که ما هممون داریم. اولین خاطره من از بهروز شب تولدم. گوگوش رو همه میشناختن تو ایران، منم یکی از آدمایی بودم که میشناختم. تو هنرمندا یک دونه استثناء بود. هر قصه ای رو می نوشت فقط تو رو می دید. خب اون برای خودش گوگوش بود، منم برای خودم بهروز و وسوقی بودم دیگه. آها این مال یه فیلم دیگه آره دیگه مال ما حسنه. سیگار میکشید. از اونجا رابطه ما دیگه شروع شد. موهاشم قیصری زده، موهاشو قیصری داره دیگه. یعنی آدم الان نگاه میکنه اونجا نزدیک چالوس رو میبینه. درسته؟ یعنی این معرفت رو به خرج دادی و نرفتی. شب نه تنها شب خیلی زیبایی که دور هم جمع شدیم بلکه تولد گوگوش جان هستش. دلم میخواد یه هپی برثدی با هم بخونیم. تو گل پرخنده باشی بیا شمع رو فوت کن که 100 سال زنده باشی. تشکر میکنم از حضور گرمتون. مرسی که امشب رو به یک شب بی‌نظیر تبدیل کردیم. ممنون محبت همگی، به افتخارشون یه دست دیگه بزنیم. Love you, love you. شب همگی بخیر.